این آدمان با این گونه لباس‌های مخصوص سابق سربازان و افسران قسم‌های حربی و تعیینات مخصوص نزد قوای مسلح جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز سابقه‌داران این نهادها اعضای تشکیلات جمعیتی فداییان وطن از ناحیه واسه میباشند. در این مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 ناحیه واسه با دعوت کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه واسه با نورسان و جوانان این دهه در موضوع تربیت و تندرستی و وطن پروری خودشناسی و خودآگاهی و تحکیم هویت ملی واخوری دارند. نخست نماینده کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه واسه دلاور ایباتوف قید نمودند که تربیت و تندرستی شهروندان رکن اساسی سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، زمینه‌های معیاری حقوقی خود را هنوز از قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان میگیرد، زیرا در ماده 43 آن پیش بینی گردیده است که حفظ وطن، حمایت منفعت دولت، تحکیم استقلالیت، امنیت و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدس شهروند است. مقصد برای ما همین است که باید جوانان را برای وطن دوستی، خویشتن‌شناسی روانه ساختن است که امروز که ما باید در بین جوانان باید پیشگیری شامل شوی جوانان با گروه‌های افراطی اکستریمیسم تروریسم است که ما چورابینی گذرانده استادیم. در این همایش وطن دوستانه اعضای کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه واسه و ریاست تشکیلات جمعیتی فداییان وطن و خوانندگان فعال این مؤسسه تعلیمی که در کارهای جمعیتی اشتراک فعالانه دارند سپاسنامه‌ها تقدیم نمودند. طبق نقشه کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه واسه همین گونه همایش‌های اهمیت تربیت و تندرستی داشته در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برگزار کرده می‌شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهورов از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید